وزیر اطلاعات و فرهنگ اعلام نشدن نتایج نهایی انتخابات را سبب به میان آمدن مشکلات زیادی در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور می‌داند و می‌گوید که باید به آرای مردم احترام گذاشته شود و نتیجه انتخابات به زودی اعلام گردد. افغانستان خلکو د ډیرو زحمتونو او د ډیرو خطرونو په منلو سره خپل رای استعمال کړي او هغه باید محترم وشمیرل شي. د افغانستان ولس باید د دوو دریو خارجیانو په واسطه یرغمل او ګروګان ونه نیول شي چې هغوی په خپلو دفترونو کې ناست دي او یوه ورځ وایي چې موږ اشتباه وکړه دومره صندوقونه پاتې دي باید دا هم پرې ور اضافه شي. در نشست 2 روزه‌ای که جوانان 16 ولایت کشور به خاطر پایان دادن به ناامنی‌ها و حل مشکلات تحصیلی و از میان برداشتن بیکاری جوانان شرکت کرده بودند، درباره کاریابی برای جوانان و تحکیم صلح در کشور گفتگو می‌کنند. جرگه امروزی ما به ارتباط به مشکلات جوانان است، خصوصا مشکلات تحصیلی، مشکلات بیکاری و همچنان شما خبر دارین که 16 ولایت که جوانان دوجه به کابل تشریف آوردن، همراه اینا 2 نفر از بزرگان و متنفذین قومی هم وجود دارند. درباره تقلب‌ها و تخلف‌ها در انتخابات ریاست جمهوری که به روز 29 ماه اسد برگزار شد، همواره سخن گفته شده است. ناظران اروپایی و نیز شماری از نامزدان بیشتر آرای حامد کرزی را تقلبی می‌دانند.